یکی از قابلیت‌های خیلی مهمی که داخل پروتکل رابیت MQ و تا حدودی داخل ردیس هم هست اینه که ما میتونیم به مسیج هایی که داخل یک کیو وارد میشن اولویت بدیم. یه مشخصه به اسم پریوریتی هست، پریوریتی، که معنیش هست اولویت و شما میتونید به تسکاتون و کیوتون این اولویت رو تنظیم کنید. اگر بریم داکیومنت های AMQP بخونیم، ببینید داخل رابیت MQ گفته که ما میتونیم از یه پریوریتی استفاده کنیم برای این کیو همون و یه رنجی این پریوریتی، و وقتی که پیامی رو میفرستیم به اون کیو با توجه به عدد اون پریوریتی که داره، اولویتی که داره، داخل صف کیومون، صف یا کیومون به ترتیب اون پریوریتی که داره قرار میگیره و در نتیجه به اون ترتیبی که قرار گرفته تحویل ورکر هامون میشه. فرضاً اگر ما یک تسکی رو آخر اضافه کنیم ولی پریوریتیش 10 باشه، یعنی از همه بالاتر باشه، میره اول صف قرار میگیره و این پریوریتی یک بایته که ما میتونیم عدد 1 تا 255 رو اختصاص بدیم بهش که بتونیم در قالب 8 بیتی در بیاریم. و حالا گفته که این رنج رو معمولا بهتره که ریکامند میشه که بین 1 تا 10 بذارید، اگرچه میتونید 1 تا 255 هم بذارید. حالا چرا تا 1 تا 10 رو گفته؟ به خاطری که این عملیات لول بندی کیومون که پریوریتی هست هم از لحاظ مموری، هم از لحاظ دیسک و هم از لحاظ سی پی یو هزینه بره و هر لولی که داره ایجاد میشه یه بخش مجزا در نظر میگرفته براش که باعث میشه منابع زیادی رو مصرف کنه اگر رنج بالایی باشه. برای همین اینجا هم که یه مقاله دیگه هست، باز اینجا ببینید توی بست پرکتیساش توصیه کرده که یه رنج بالایی از پریوریتی خیلی زیادی گسترده رو تعریف نکنید که باعث بشه براتون هزینه بر بشه این قضیه، چون که پریوریتی لول میاد از یک اینترنال کیو برای هر کدوم از لول هاش استفاده میکنه و یعنی که یک کیو کلی داریم و برای هر کدوم از لول هایی که در این پریوریتی هست، مثلا گفتیم از 0 تا 9، یا برای هر کدوم از اینها یه اینترنال کیو در نظر میگیره برای محاسبات خودش تا بتونه این قضیه اولویت بندی تسکامون رو با موفقیت انجام بده و این باعث میشه که ریسورس زیادی استفاده بشه. یه توصیه دیگه برای بست پرکتیس کرده اینه که گفته که وقتی که یک کیوتون لنث لیمیت داره، ما برای کیو هامون میتونیم طول مشخصی رو داشته باشیم. مثلا بگیم که این کیومون من از 100 تا تسک نمیخوام بیشتر باشه، قبول کنه از 100 تا تسک بیشتر باشه، حالا یا انتقال داده میشه به یک کیوی دیگه یا هم که دیسکارد میشه، ریووک میشه. و میگه که وقتی که شما استفاده میکنین از این کیو لنث لیمیت، حتما مطمئن بشه که نمیرسین به اون حدش تا پریوریتی کیوتون با مشکل بر بخوره. و وقتی که مسیج ها دریافت بشن و حالا میگه مسیج هایی که بالای کیوتون هستن، بالای سطح کیوتون هستن، یعنی پریوریتی بالای برخوردارن، ممکنه که وقتی یک مسیجی با پریوریتی پایین وارد لیست بشه، مسیج های بالایی دیسکارد بشن و از بین برن از لیستتون. پس حتما حواستون باشه که کیوی که لیمیت داره رو با احتیاط پریوریتی بهش بدید. برای اینکه بخوایم داخل سلری استفاده کنیم پریوریتی رو، میتونیم از اینجا تنظیم کنیم. حالا به این کار انجام بدیم با هم. الان شاید نتونیم زیاد تستش کنیم چون که صرفا داریم پریوریتی رو تنظیم میکنیم، در مقیاس بالا خیلی میشه روش حساب کرد. از کامبو اکسچنج و کیو ما قبلا ایمپورت کردم. حالا شما تاسک کیوز رو اگر اینجا بزنید میتونید یه لیستی رو بهش بدید. حالا اینجا کیو رو اگر تعریف کنیم، مثلا میگیم که اسم کیومون باشه my task my کیو مثلا، بعد یه اکسچنج بهش میدیم. اکسچنجش رو مثلا میذاریم فرق نداره، اکسچنجش رو میتونیم هرچی بذاریم، مثلا اکسچنج تست میذاریم، دیفالتش دایرکت پس تغییر نمیدیم. روتین کیو بهش میتونیم بدیم، بگیم که همون my کیو باشه اسمش چون که دایرکت نوع اکسچنجمون، و یک سری کیو آرگومنت رو داره، کیو آرگومنتس رو داره که این یک دیکشنریه و برای اینکه بخوایم فعال کنیم اون
پریوریتیز رو داخل رابیت MQمون یا حتی داخل کیومون X max پریوریتی رو داریم. X max پریوریتی ماکسیموم پریوریتی هست که تنظیم میشه برای این کیومون. ببینید وقتی این مسیج میاد هیچ پریوریتی رو براش تنظیم نکردیم، یعنی هیچ پیام اولویتی رو براش تعیین نکردیم، پیش‌فرض اون رو صفر در نظر میگیره، اولویت اون رو. و یک پیامی وقتی میاد یه پریوریتی داره، یه اولویتی داره که از این ماکسیموم که اینجا تعریف کردیم بیشتره، خودکار میاد اون رو به عنوان یه پیامی با اولویت خیلی بالا در نظر میگیره و پریوریتی اون رو این ماکسیموم میذاره. یعنی اگر یه پریوریتی داشته باشیم که 255 باشه ولی ماکسیموم ما باشه 10، اون 255 رو 10 در نظر میگیره، یعنی بالاترین حد اولویت. خب چک کنیم که غلط املایی نشده باشیم. مای کیو اکسچنجمون که تسته، ریتورن کیمون مای کیوه، کیو آرگومنتمون هست x max priority، یک دیکشنری بهش دادیم priority و گفتیم که 10 باشه. حالا چون که یک کیو تعریف کردیم، اون کیو دیفالتمون که سلری هست معمولا اسمش رو میاد حذف میکنه، یک تاسک دیفالت کیو هم بهش بگیم کیو پیش‌فرض ماها هست و مای کیو. خب این هم تاسک دیفالت کیومون. گفتم که وقتی سلری رو بالا میاریم هیچ کیوی بهش نداده باشیم، خودش پیش‌فرضی به اسم سلری داره، وقتی تعریف کنیم دیگه پیش‌فرض رو در نظر نمیگیره. برای همین باید بهش بگیم پیش‌فرضمون مای کیوه. خب حالا بریم اینو امتحان کنیم. راستی یه نکته‌ای که ما تازگی‌ها به سلری نسخه 5 رسیدیم. سلری نسخه 5 ریلیز اولش اروری که داشت این بود که وقتی سلری شل رو اجرا می‌کردیم ارور میداد. و تا الان ریلیز 5.02 فکر کنم تو 5.01 حلش کردن اینو. برای اینکه بخواید اون ارور رو نگیرید پایپ اینستال اون رو بخواید آپگرید کنید دیگه. سلری احتمالاً بلدید، حالا اگه بلد نیستید از این طریق آپگریدش می‌کنید. پیپ اینستال سلری داشتش آپگرید، اون رو آپگرید کنید با آخرین نسخه که سلری شل هم بتونه استفاده کنید. چون قسمت‌های قبل دیدم که ارور میده، گفتم شاید ایراد از من، رفتم تو مای کد نوشتم ولی ظاهراً که ایراد از بخش سلری بود که الان باگش رو رفع کردم. سلری داش a app worker داش l info اجرا کنیم سلریمون رو. خب آره الان این کانفیگی که دادیم رو ظاهرا با موفقیت طی کرده. ببینید کیو هایی که در اختیار من یکیه، مای کیو اکسچنجش تست، نوعش دایرکت، روتین کیش هم مای کیو، همه چیز درسته. حالا بعد بریم یه دونه سلری شل باز کنیم و اینجا سلری شل هم که پیش‌فرض همه تاسک ها رو اد میکنه دیگه، لازم نیست بگیم همه رو ایمپورت کنیم. add.apply async رو من یادمه تستی داشتم میکردم، این تایم اسلیپ گذاشتم براش، بذارین اینو حذف کنم، نه مهم نیست، حالا 5 ثانیه ثبت میکنیم و 2 و 4 رو اضافه کنیم به هم. ببینید وقتی که من پیش‌فرض چی نذارم دات گت هم همینجا بزنیم که ثبت کنه، ریسیو میکنه تاسک رو، حالا 5 ثانیه بعد ثبت کنه برای انجام شدنش و 6 رو هم گذاشته. به صورت پیش‌فرض پریوریتیش رو 0 در نظر میگیره. حالا اگر بگیم که apply async و 2 و 4 دوباره، اینجا میتونیم پریوریتی رو تنظیم کنیم، بگیم که 5 مثلا. ببینید اینجا البته ریزالتش ریسیو کرد، الان منتظریم که انجامش بده. آره 6. حالا چون باید چندین تاسک داشته باشیم که بفهمیم واقعا اینا پشت سر هم دارن درست کار میکنن دیگه، اون بستگی داره تست. شما میتونید خودتون تست کنین رو یک حلقه بنویسید که چندین پریوریتی رو داره با هم تست میکنه و بهتره که از تاسک های متفاوت، یعنی صرفا از یک تاسک اد ندارین، یعنی چند تا پریوریتی رو تنظیم کنید، یکی از پروگرس، یکی از دیواید، شو کارد، اینفو و همه رو، حالا چندی تاسک رو درست کنید که بیاید پریوریتی های مختلف رو تست کنید. اینجا هم گفتم برای اینکه بخواید پیش‌فرض بگید تمام تاسک هاتون یه پریوریتی داشته باشن، یا میتونید اینجا موقع تعریف تاسکتون بگید تاسک پریوریتی
مساوی به حالا 1 یا 2 یا هر چی، یا هم که میتونید پیش‌فرض برای همه تسکاتون بگید تسک دیفالت پریوریتی 5. همه تسکاتون بلا استثنا پریوریتیشون میشه 5. حالا بخواید کاستوم کنید هم میتونید. من اینجا حالا ردیس استفاده کرده بودیم به عنوان بک اند، میتونید پای MQP هم بزنید دیگه. پای MQP هم بزنید میشه پروتکل رابیت MQ. از رابیت MQ استفاده میکنه فقط برای ردیس مسیج پریوریتی. الان ما این تنظیمات رو انجام ندادیم، خب ممکن بود که با ما مشکل بر بخوره. پس اگر بخوایم از ردیس استفاده کنیم باید این رو هم اینجا تنظیم کنیم. به چه صورت؟ میتونیم بالای همه اینها بعد از اینکه بروکر ریال رو تعریف کردیم، الان اینجا بذاریم دوباره ردیس باشه و اینجا ببینید اینجا ترانسپورت آپشنز رو کیو اوردر استراتژیش رو بذاریم پریوریتی تا بتونیم پریوریتی رو استفاده کنیم. من الان حواسم نبود که ردیسیم. اگر ردیس باشیم حتما این رو باید تنظیم کنیم. خطایی بر نمیخوریم، ولی اگر پریوریتی رو بخوایم تست کنیم ممکنه کار نکنه. من فکر میکردم که الان MQP پروتکلمون که این رو تست نکردیم. پس یه بار دیگه اجراش کنیم. اینجا هم حالا بذارید این رو اجرا کنیم. حالا صبر میکنه 5 ثانیه تا بتونه اون رو اجرا کنه و پریوریتیش هم به این صورت. پس این هم شد. به این صورت هم میتونید از بروکر استفاده کنید. اگر بخواید استپ هاشو زیاد کنید میتونید پریوریتی استپش رو بیشتر کنید. این هم بود از اولویت دهی تسک ها.